در آیت 15 سوره انفال در اینجا حکم مقاومت و ثبات در صف جهاد که انسان مؤمن باید مقاوم باشه، این مجاهد مسلمان باید ثابت قدم باشه در صف جهاد و عقب گردی نکنه، هیچ وقت به عقب نره. یا ایها الذین آمنوا، الله متعال میگه ای مؤمنان، اذا لقیتم الذین کفروا، وقتی که در صف جهاد با کافران ملاقات روبرو شده، دو طرف کافرها هستی، طرف شما هستین، زحفا، شما وقتی که در اینجا در لشکر، در حرکت، در صف جهاد در مقابل کفار برابر شدین، فلا تولوهم الادبار، در اونجا باز پشتتان نگه دارین، در اونجا باید بسیار ثابت قدم باشین، در اونجا باید بسیار مقاومت بکنین و استاد باشین و باید ایمان قوی به الله داشته باشین. چرا؟ وقتی که تو در اونجا رفتی دو چیز بر تو حاصل میشه، یا ای که سعادت و دنیا و آخرت نصیبت میشه، هم غنیمت میگیری، هم کامیاب میشی و هم دشمنای الله را مردار میکنی و هم غنیمت میگیری. و یا در مقابلش حسن احد الحسنیین است، الله متعال برای مجاهدین یکی از دو نیکی را میده، یا حسنات دنیایی که کامیاب میشن، پیروز میشن و شکست میتن دشمن و غنیمت میگیرن، این حسنات دنیایی هست، غازی میشن. و یا حسنه دومیش که از شهادت نصیبش میشه که رتبه بزرگ جنرالی پیش الله، شهادت مقام است که در نخستین لحظهش تمام گناهایش بخشیده میشه، جای خدا در جنت میبینن. وقتی که از شهدا را شما چیزایش بخوانین، انسان واقعا هر لحظه تقاضا میکنه که یا الله مرحم شهادت نصیب بکن. و من یولهم دبره یومئذ، هر کسی که از مؤمنان مجاهدین در این روز روی خدا بگردانن و از لشکر اسلام فرار بکنن، مگر یکی فرار است، یکی چی است؟ یکی کر و فر میگن، یکی مثلا الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه. وقتی این مسلمان ها در لشکر هستن، اول در لشکر فرار و گریز حرام است، ناروا هست، لکن دو چیز روا هست. از این لشکر مثلا عقب رانی میکنن، به خاطر چی؟ پس میان انسحاب میکنن، انسحاب تکتیکی رو میگن، عقب نشینی تکتیکی میکنن، این اجازه هست. به خاطر تکتیک یک عقب نشینی میکنن، امیر جهاد میگه عقب برین، دشمن ها فکر میکنن که اینا عقب رفتن، سرشان حمله میکنن، این متحرفا لقتال. ببینید قرآن عزیزشان در نظام جهادی اسلام احکام جهاد این قسم بیان میکنن و همش مسائل جنگی و مسائل استراتژیک کلش اینجا بیان میشه. پس اگر یک کسی انسحاب استراتژیک میکنه یا عقب نشینی میکنه، به خاطر چی؟ به خاطر حمله دوباره، این کر و فر میگن. متوجه هستین که بیشتر فرار میکنه بس حمله میکنه، به این نیت میباشه، او متحیزا الی فئه، یا میخواه که از این گروپ پشت سر بره با گروپ دیگه یک جای شدن حمله بکنه. در این دو حالت وقتی که انسان مجاهد به عقب میره اینجا مشکل نداره. اما اگر کسی به خاطر فرار و گریختن از معرکه پشت خود دور میده و فرار میکنه، باز اینجا الله متعال میگه فقط باء بغضب من الله، این شخص به غضب الله متعال گرفتار شده و مأواه جهنم. ببینید چقدر سخت است، جایگاه جهنم است و بئس المصیر. اگر مجاهد هم هست و اینجا فرار میکنه از مقابل کفار، باز مورد غضب الله میشه و جایگاهش مستحق دوزخ میشه و بسیار بد جای است دوزخ. از این خاطر مسلمان ها بسیار باید ثابت قدم باشن و آمادگی هر لحظه شهادت باشن. 11 نقطه که در اینجا بیان میکنن در آیت 17 شکست دادن و زدن هم از جانب الله هست. حالا وقتی که غزوه بدر خلاص میشه و مسلمان ها خطرناکترین دشمنای الله را مردار میکنن و اینا نابود میشن و هلاک میشن، ابو جهل مردار میشه، امیه ابن خلف مردار میشه، بسیار دشمنای سختی که مردار میشن، الله متعال میگه که فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، شما اینا را قتل نکردید، در حقیقت شما یک وسیله، یک سبب هستین که الله متعال شما را امتحان کرد، لکن اصل اینا را کی قتل کرد و نابود کرد و اینا را هلاک ساخت؟ الله متعال. چرا؟
با شما نصرت ملائکه، نصرت های معنوی، استجابت از استغاثه تان، باران کردن، نازل کردن باران، لشکر اسلام، قوت دادن بر شما، امنیت و آرامش داخلی، این کلش الله برتان کرد. و ما و فلم تقتلوهم، پس شما باید مغرور نشین. چرا نابود کردن و هلاک کردن دشمنای الله کس این الله میکنه، نصرت از جانب الله است. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ولكن الله اینا را قتل کرد و هلاک کرد و اینا را شکست داد. اینا دشمن الله بودن، الله شما را نصرت کرد و اینا را شکست نصیب کرد. و ما رمیت اذ رمیت. و ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما وقتی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شد که برو یک مشت از ریگ بگی و در چشمای کافرها بزن، میگه اینمی و ما رمیت اذ رمیت، وقتی که تو زدی این ریگ به طرف کفار انداختی، اینمی دانه دانه ریگ میگه در چشم کافرها در آمدن و چشمای از اینا را مثل که در میابین معرکه مثل کور شده باشن، راه خود گم کردن. و ما رمیت، و تو نزدی رسول الله صلی الله علیه و سلم اذ رمیت، وقتی که زدن کردی انداختی، ولكن الله رما، انداختن ریگ در چشمای از اینا به خاطر از اینکه اینا راه خود گم کنن و کور شوند، این هم از جانب الله بود. ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، و به خاطر از اینکه لیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، به خاطر از اینکه مؤمنا یک امتحان و یک چی داشته باشن، برای مؤمنان یک امتحان خوبی باشن. ان الله سمیع علیم، یقینا که الله میشنوه هم استغاثه شما را، هم دعای شما را، هم عذر و نیازتان، هم صداقتتان، و علیم و باخبر است از صدقتان، از ایمانتان، از یقینتان، از راستیتان، از همه چیزش الله متعال باخبر است. قتاده رحمه الله میگه رماهم رسول الله صلی الله علیه و سلم بالحسبا یوم البدر، میگه در روز بدر رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا را با ریگ یا میگه های سنگ میگه اینا را زد قسم. و محمد ابن قیس و محمد ابن کعب قرظی رضی الله عنهم میگه وقتی که مردم همین دو لشکر با هم نزدیک شدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مشت از ریگ میگه برداشت و او را در روی امی کافرها انداخت و گفت شاهت الوجوه، میگه امی ریگ ها در چشمای همه از اینا داخل شدن و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در آمدن و بالای از اینا حمله کردن و اینا را قتل و نابود و اسیر کردن. انال شکست انها به چی بود؟ به سبب اینمی ریگی که در چشمای از اینا انداخته شد. از این خاطر میگه الله وحی کرد که و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رما. الله اقسم امی ریگ ها را در چشمای از اینا مثل که اما تو یک بم در چشمش خورده باشه، یعنی چه خاطر مرمی در چشمش خورده باشه، اما تو اینا احساس عذاب میکردن و سرگردان، وضعیتشان خراب بود و از این خاطر مسلمان ها سر از اینا بسیار خطرناکی کردن، حمله کردن و اینا نابود شدن. خنثی نمودن برنامه های کافران هم از جانب الله هست، یعنی وقتی که انسان میه نصرت از جانب الله هست، هدف جهاد از جانب الله هست، حکم از جانب الله هست، کلش مربوط الله هست و نصرت دادن از جانب الله هست و زدن و هلاک کردن دشمنا از طرف الله هست و خنثی نمودن برنامه های کافران هم از جانب الله هست. ذالک و ان الله موهن کید الکافرین، میگه این برای شما بیان میشه، این همه امور برای شما بیان میشه که تا شما بفهمین که یقینا که الله چی هست؟ نابود کننده موهن و کید الکافرین، از بین بردن کید برنامه های کافرها هست. تمام برنامه های از اینا را، دسیسه هایشان نابود میکنه. و فتوحات و کامیابی هم از جانب الله هست. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اگر شما طلب کامیابی میکردین این برای شما پیروزی و کامیابی آمدن. و ان تنتهوا، و اگر شما چی کنین؟ و اگر شما از همین مشاجرات و جنجال هایی که در مسائل بازپسان، مثلا در مسئله غنیمت گپا بعض مشاجرات و جنجال کردن، اگر اینا را ترک بکنین فهو خیر لکم، این هم به خیر شماست. و ان تعودوا نعود، و برای کافرها هم ایره بگوین که اگر شما دوباره برگشتین باز ما هم برمیگردیم. و اگر شما یا مثلا اگر شما مسلمان ها برگردین به این مشاجرات و جنجال ها، الله متعال میگه باز هم ما برمیگردیم. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، باز
لشکرتان برتان فایده نمیکنه. چرا؟ هر قدر لشکر که زیاد باشه ولی مدد الهی نباشه بازو فایده نمیکنه. ولو کثرت، ولو که بسیار زیاد باشه. و یقین داشته باشین که ان الله مع المؤمنین، یقینا که الله به همراه مؤمنا هست. تا این قسمت ما و شما فهمیدیم که مدد، نصرت، کمک، امر، کل چیز از جانب الله است. پس یک مجاهد مسلمان باید کاملا یقین داشته باشه که او همیشه به کجا هست؟ به مدد الهی نیاز داره. از این خاطر باید اما قوت‌های معنوی خود داشته باشه. مجاهد مسلمان اول توحیدی بسیار قوی داشته باشه، عقیده توحیدی قوی. ذره از شرک منحرف میسازه، ذره از شرک نصرت از بین میبره. باید اما تو موحد، اما تو 100% یقین ایمان داشته باشه. لا اله الا الله را لا اله، معبودان باطل کامل نفی بکنن و تواغیت با اقسام ثلاثهش نفی بکنن. طاغوت مطاع که قانون ساز است، طاغوت مطبوع که فتوا میده و طاغوت معبود که مردم ادعای الوهیت میکنه و مردم به عبادت و به این که عالم غیب است، این طاغوت رو باید نفی بکنه و فقط اثبات عبادت و اطاعت برای الا الله، برای الله داشته و رهبر خود این مجاهد مؤمن محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانه. و شروط لا اله الا الله که محبت است، محبت قوی با الله داشته باشه، اخلاص قوی با الله داشته باشه، علم خوبی به لا اله الا الله داشته باشه و زیادتر کوشش بکنه که با عالم باشه. لا اله الا الله را با ارکانش و با شرایطش بفهمه که جهل کاملا از بین ببره. و اوت اخلاص داشته باشه که این اخلاصش ریاوی با کاملا نباشه، فقط 100% به خاطر رضایت الله باشه. اوت صادق برای الله باشه که الله وقتی اوت یقین داشته باشه که شک از بین ببره. اوت صادق و راستگوی باشه که هیچ چیزی در وجود ازی کذب نباشه، دروغ نباشه. این صداقت وقتی که الله متعال این مخلوقات خدا با این مجاهد، با این قوت ایمانی میبینه و با این عقیده 100% است که نصرت از جانب الله است، حکم جهاد حکم الله است، حرکت کردن در راه الله است، قدم برداشتن فی سبیل الله است، در راه الله است. بناهن و وقتی که نصرت از جانب الله است، پیروزی از جانب الله است، شکست دشمن از جانب الله است. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله ولکن الله رما. این هم کل از این میفهمه که کلش از جانب کی هست؟ فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. هلاکت و نابودی و بیخ دشمنان کندن کلش از جانب الله هست. پس وقتی که با اموت عقیده، اموت ایمان مؤمنین و مجاهدین باشن، از این خاطر الله متعال باز بر از اینا نصرت میکنه. مطلب دوم که از اوامر الهی برای مؤمنا هست، اینجا الله متعال اوامر برای مؤمنا میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنا اطیعوا الله، اطاعت الله را 100% اطاعت از شریعت الله را بکنین، از دین الله را بکنین. متأثر به عادات و رواجای قومی یا متأثر به تبلیغای دشمنای اسلام و یا متأثر به او علمای درباری طاغوتی که جهاد نفی میکنن، خلافت اسلامی را نفی میکنن، نظام اسلام نفی میکنن، جهادهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی در سیرت بعضی از طاغوتهای درباری، همین طاغوتهای مطبوع که فتوا میدن، در درسشان دیدیم که حتی غزوات چی میکنن؟ نفی میکنن در مردم، در سیرت درس نمیدن. فقط در سیرت میخواد که جانب چی رو درس بدن؟ میگن اما مسائل اخلاقی رو تشریح میکنیم. میفهمی که که این نوکر طاغوت، این طاغوت مطبوع رو سعی کن چه قسم راه برای طاغوت های دیگه نشونه. پس شما مسلمان ها که هستین، شما مجاهدین اسلام هستین، اطیعوا الله، اطاعت الله را 100% بکنید. وقتی که اطاعت الله را کردی و رسوله و از رسولش اطاعت بکنید، ولا تولوا، و شما از دین الله، از جهاد الله، از حکم الله رو نگردانین و انتم تسمعون، در حالی که شما حکم الله را میشنوید. میبینین که الله، نصرت الله و بدر. مسلمان ها با چقدر ضعیفی، با چقدر امکانات کم، با چقدر وضعیت بسیار امکانات بسیار کم و وضعیت بسیار چیز، لکن با ایمان قوی
لكن با اعتماد قوی، با توکل بسیار قوی به الله، با استغاثه و رجوع به الله، با عبادت صادقانه الله متعال را چقدر نصرت کرد. از این خاطر شما هیچ وقت در اطاعت الله و رسولش، شما مجاهدین اسلام، متأثر به تبلیغات منفی دشمنای اسلام متأثر نشین. دشمنای اسلام و طواغیت درباری، ملاهای درباری، دنیا پرستا، اینا همیشه کوشش میکنن که در جهاد مسلمان ها و در حرکت مسلمان ها و در چیزی که حکم الله هست، در این مسلمان ها را در شک بردن. ابلیس و لشکر ابلیس همین قسم عادتشان است. شما نباید به این چیزها متأثر شین. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعون. شما مثل کسایی نشین که مثل یهودیا که اونا میگفتن شنیدیم و اونا نمیشنیدن، حکم الله را نمیشنیدن. مثلا حکم الله را شنید، لکن حقیقتا که حکم الله وقت شنیده میشه، وقتی حکم الله برات گفته میشه، باید حرکت داشتی برای دین الله، حرکت داشته باشی. این شر الدواب، الله متعال میگه بدترین جنبنده ها به نزد الله متعال کی است؟ الصم البکم. او انسان های هستن که گوش دارن لکن کر هستن، حکم الله را نمیفهمن. زبان دارن، حکم الله را گفته نمیتونن، نمیگن. الساکت عن الحق شیطان اخرس. حق بر مردم بیان نمیکنه، مثل یک شیطان گنگواره هست. این شر الدواب عند الله، الله میگه بدترین جنبنده ها به نزد الله کی است؟ او کرها و او گنگ های هستن که الذین لا یعقلون، که از عقل خود استفاده نمیکنه. الله برش عقل هم داده، استفاده نمیکنه. چشم هم داره، نمیبینه. گوش هم داره، نمیشنوه. زبان هم داره، حق نمیگه. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. این کسایی که مخالفت با مسلمان ها میکنن، مخالفت با نظام اسلام میکنن، مخالفت با نظام سیاسی اسلام میکنن و مخالفت با جهاد میکنن، مخالفت با احکام الهی میکنن، چرا اینا مخالفت میکنن؟ ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. اگر الله عالم الغیب است، اگر الله با علم غیب خود میفهمید که اینا در وجود از اینا خیر است، اینا را میشنوان. ولو اسمعهم، و اگر الله اینا را میشنوندن، لتولوا، بازم روی میگشتاندن و هم معرضون، در حالی که اونا کفر اعراض دارن. کفر اعراض چی است؟ که از حکم الله روی دور میدن. دوم حکم کس الله متعال به اجابت به الله و رسولش حکم میگه. وقتی که اطاعت کردی، اجابت است. یک آیت میگه به اطاعت الله و رسول، و در حکم دوم باز میگه، باز الله متعال میگه آیت بعدی سگن اطاعت اجابت. وقتی که شنیدی امر الله را بگی اطاعت میکنیم، آل اجابت چی هست؟ که بالفعل عملی حرکت داشته باشیم، حرکت کنیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، استجیبوا لله و الرسول، به الله و رسولش اجابت بکنین، قبول بکنین، حرکت بکنین. اذا دعاکم، وقتی که شما را دعوت میکنه، لما یحییکم، به آن چیزی که شما را زنده میسازه. در جهاد مرگ نیست، زندگی هست. در جهاد منافقین فکر میکنن که در جهاد مرگ است. در جهاد مرگ نیست. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. کسایی که در راه الله به شهادت میرسه، او مرده نیست، بل احیاء، زنده هستن. عند ربهم یرزقون، به پیش رب العالمین رزق میشن. وقتی که الله و رسول شما را دعوت میکنه به طرف زندگی حقیقی، زندگی حقیقی کدامه که زندگی نصرت در دنیا هست، با عزت زندگی میکنن، و یا زندگی آخرت است که با بسیار نعمت زندگی میکنن. به این اجابت بکنیم. و علموا، و بدانین ان الله یحول بین المرء و قلبه. الله حائل واقع میشه بین انسان و قلبش. اگر تو اخلاص نداشتی، تو محبت نداشتی، تو شروط لا اله الا الله یک شرط هم در قلبت کم شد، یک شرط هم نداشتی، الله متعال قلبت را دور میده و طرف چیز. پس این الله هست که بین انسان و در بین قلبش. و انه الیه تحشرون، و شما به طرف الله حشر میشین. سومین حکم به چی است؟ به خدا وقایه بکنین از فتنه ها. و اتقوا فتنه، شما وقایه بکنین از فتنه کفر. وقتی که فتنه کفر آمد، باز لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. وقتی که فتنه آمد، تنها باز برای ظالمان نمی، فتنه الله که از عذاب الله عامه، کل گیر نابود میکنه.
از این بترسین و علموا ان الله شدید العقاب. بفهمین که الله سخت عقوبت گیرنده هست. یعنی کسایی که نافرمانی میکنن، کسایی که بی‌اطاعتی میکنن، کسایی که مخالفت میکنن، کسایی که با کسایی که مخالفت میکنن دنبال خودش شور بیته. یگانه کی طاغوت خطرناک است، یگانه کی باز دنبال از اونها هست که بعد از اونها بله بله میگن، در مجلس هایشان اشتراک میکنن، اونها را تایید میکنن به غلط. از این الله متعال میگه بترسین که اگر عذاب الله آمد، بازی فتنه و عذاب الله باز لا تصیبون الذین، تنها بر او طواغیت بزرگ نیست، به لشکرش، به پیردارایش، به دفاع کنندایش، به کسایی که بر از اینا سر خود خم میکنه و در مجالس از اینا بر از اینا رای میدن، بر از اینا مثلا اینا را تشویق میکنن، اینا را تایید میکنن. چهارم حکم به یاد داشتن نعمتهای الله. الله میگه واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون. یاد کنین وقتی که شما کم بودین، ضعیف بودین، فی الارض، در زمین، تخافون ان یتخطفکم الناس، میترسیدین. شما مسلمان ها کم بودین، ضعیف بودین، اتو میترسیدین که آل ما را امی دشمنای الله اختطاف نکنن. فآواکم، الله بر شما مأوا داد، جای داد. ایمان در قلب مردم مدینه جاگزین ساخت. اونا بر شما مدینه منوره رو دروازه‌اش باز کردن و شما اونجا هجرت کردین. و ایدکم بنصره، هم جای برتان مأوا داد و هم شما را به نصرتش تأیید کرد با ملائکه و با باران و با چیزی. و رزقکم من الطیبات، و بر شما از طیبات رزق داد. لعلکم تشکرون. یکی از طیبات رزق است امی رزق غنیمت هست. این بهترین مال است که مسلمان ها برش داده میشه که در مقابل کافر جهاد میکنن و این غنیمت حاصل میکنن. پنجم حکم چی است؟ به اجتناب از خیانت است. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول. ای مؤمنان، شما با الله و رسولش خیانت نکنین. و تخونوا اماناتکم. چه قسم خیانت با الله و رسولش میشه؟ که شما در امانت ها خیانت بکنین. در امانت هیچ وقت خیانت نکنین. 1 روپیه از مال بیت المال یا مال غنیمت یا مال مسلمان بدون حق نگیرین و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانین. حال مشکل بسیاری وقتی است که بسیاری کسان، مثلا امروز مسلمان ها بسیاری کسان خوب در عبادت تقوا داره، نماز بسیار خوب میخوانن، ذکر زیاد میکنه و تهجد میخوانه و ختم میکنه و تلاوت قرآن میکنه، اما در عبادت های معاملاتی که است بسیار تنبل است و هیچ اصلا در نظرش نمیه. هر چیز خیانت میکنه، هر مال که در گیرش آمد خیانت میکنه. برش مال امانت بدی، وقت ببینی که از مال لباس تا پیشش امانت بانی، ببینی که وقت پوشیدن. پیسر برش بدی، وقت او خیانت کرده. در حق میراثت وقت خیانت کرده. در مهر خانم خود وقت خیانت کرده. در یک چند به مال برش به حساب مضاربت یا به حساب قرض بگیری، وقت او خیانت کرده. دلت تکت تکم میکنه تا کم 4 پیتره به دستت میرسن. الله متعال میگه که شما چه قسم مسلمان هستین؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تخونوا الله، با الله خیانت نکنین، با رسولش خیانت نکنین، در حالی که شما در امانت هایتان چی میکنین؟ خیانت میکنین. در معاملاتتان خیانت نکنین، در مال جهاد خیانت نکنین، در مال غنیمت خیانت نکنین، اینی چیزا را نکنین و انتم تعلمون، در حالی که خوب میفهمین. ششم حکم الله، حکم به علم داشتن به فتنه بودن مال اولاد. باید بفهمین که مال اولادتان چی است؟ یک امتحان است. بسیاری وقتا انسان به خاطر مالش و اولادش از جهاد، از دین، از حکم الله باز میمانه. و علموا، و بدانید که انما اموالکم، یقینا که این مالهای شما، این پیسه‌ای که شما دارین، این خانه شما، این مالها چی است؟ و اولادتان این فتنه هست. فتنه چی هست؟ که تو را از راه حق مانع میسازن. والا ما جهاد نمیکنیم، برای جهاد نمیریم، چرا؟ مالم چطور میشه؟ اولادایم چطور میشه؟ این چطور میشه؟ و ان الله عنده اجر عظیم، پیش الله اجر بسیار بزرگ است. حکم هفتم الله چی است؟ که چی است در نتیجه تقوا؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان تتقوا الله، اگر شما تقوا بکنید، الله اگر واقعا از الله بترسین، یجعل لکم فرقانا، الله برای شما چی میکنن؟ ات بینیش براتان میتن که شما واس حق و باطل درک میکنین. تقوا بکنین، باز لشکر حق هم میفهمین، منهج حق هم میفهمین، راه حق هم میفهمین، مردمایی که به حق هم روان هستن اونا را میفهمین و باطل هم میفهمین که اینی باطل است، اینی سخنش باطل است، اینی درباری هست، اینی استفاده جوی است، اینی دلار پرست است، اینی مال پرست است، اینی دشمن مال است، اینی لشکر شیطان است.
اگر شما تقوای واقعی داشته باشین، الله برتان بصارت بصیرت میده، با شما راه حق و راه درست و راه جهاد و راه مجاهدین حقیقی و راه درستی که حرکت بکنید، او رو بر شما باز فرقش باز برتان نشان میده. باز مسلمان میفهمه. چرا ما نمیفهمیم کی به حق است؟ تمام روز از او پرسان که از او کس پرسان که و خاطر از که تقوا نداریم. وقتی که تقوا نداشتی چشمایت مثل کور و نابینا هست، فرق بین حق و باطل بر پیدا نمیشه. تقوا حاصل بگو که راه حق و باطل براتون نشان داده شود و راه رفتن به حق برات نشان داده شود. و یکفر عنکم سیئاتکم. تقوا چند فایده داره؟ فرق بین باطل برات معلوم میشه، راه منهج درست منهج صحیح برات معلوم میشه. و تقوا یک فایده. و یکفر عنکم سیئاتکم، گناهایتان بخشیده میشه با تقوا. سوم چی میشه؟ و یغفر لکم، و مغفرت میشه بر شما. والله ذو الفضل العظیم. و الله چهارمی صاحب فضیلت بزرگ است. او فضیلت بزرگ الله چی است؟ رسایت جنت الهی هست.